اول این است که کسی که به این عقیده عمل ندارد این کافر است، مسلمان نیست و ازدواج با این شخص حرام است، حالا چه زن باشد چه مرد باشد. و دوم این است که پیام من این کسانی که حکومت پاکستان، رژیم پاکستان رو کافر نمیگید، یا رژیم تاجیکستان رو کافر نمیگید، یا رژیم ایران رو کافر نمیگید، داخل مسجد پشت این اشخاص نماز نخونید، چون اینا عقیده کفر به طاغوت ندارن، اولیش ندارن. فهمیدید؟ و شروط تکفیرم رعایت نمی کنن. یعنی یک عالم فهمید زمانی که کشور کافر است، اونا باید به مسلمانای اون مسجد باید یاد بدید که این پاکستان کافر است، تاجیکستان کافر است، ایران کافر است. اینا رو باید داخل مسجد باید یاد بدید، شروط تکفیر رو. این یاد نمیدید، هیچ چیزی یاد نمیدید، به درد نمیخورد.